راهبر چچنستان رمضان قادروف در صحیفه‌اش در شبکه فکنتاکت خبر داد که صندوق خیریه به نام پدرش احمد حاجی قادروف اخیرا پول تبابت 7 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را پرداخت کرده است. اخیرا به فوند جمعیتی به نام قهرمان روسیه احمد حاجی قادروف 7 نفر که در مورد کمک طبی سطح بلند برای نزدیکانشان دچار مشکلی مالیوی شده بودند مراجعت کردند. یکی از آنها زاده تاجیکستان حکیم جان شریپوف بود که پدرش در یکی از بیمارستان‌های شهر سنت پتربورگ بستری است و به جراحی جدی نیاز دارد. خبر داد رمضان قادروف. در ویدیویی که رمضان قادروف نشر کرده است، حکیم جان شریپوف نقل کرد که وقتی پدرش بیمار شد از نگاه مالیوی در طبابتش مشکل کشید. به بنیاد قادروف مراجعت کرد. من امیدوار بودم که در اینجا به من دستیاری دراز خواهند کرد و الحمدلله که این امیدم برآورده شد و به من یاری رسانیدند، گفت حکیم جان. رهبری فوند احمد حاجی قادروف را مادر رمضان قادروف ایمانی نیسایونا به عهده دارد. رمضان قادروف با اظهار سپاس به مادرش نوشت اکنون این خانواده ها امکان یافتند که نزدیکان خود را برای طبابت فراگیر برند. من به مادر عزیزم برای غمخوری های پر از شفقت نسبت به هر کسی که در صندوق خیریه‌اش را میکوبد یا توسط شبکه‌های اجتماعی برای کمک مراجعت میکند، برای یاری به آنهایی که امید دریافت کمک را از دست داده بودند صمیمانه اظهار سپاس میکنم. خداوند اجر این همه نیکی‌هایت را برگرداند. در زندگی بسیار عائله‌ها چنین حالت پیش میآید که کس به کمک دیگر احتیاج پیدا میکند، خصوصا وقتی که در عائله یگان بیمار وزنین باشد که طبابت فوری و یا جلب متخصصان سطح بلند را طلب میکند. چنین نوع طبابت معمولا خرچ بزرگ دارد و نه هر کس توان پرداختش را دارد. بیماری به با یا کمبغل بودن بیمار نگاه نمی کند. از این رو دست یاری دراز کردن به آنهایی که با چنین مشکلی دچار می شوند خیلی مهم است، چون که فردا هر یک ما می توانیم در وضعیت آنها بیفتیم.